بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. خواستیم در ویدیو کوتاه چند تا از مسائل قربانی بیان بکنیم، زیرا که ما شما در نزدیکی عید قرار داریم، تقریبا شاید 14-15 روز باقی مونده باشه. چند مسائل مهم است که انشالله اینها را ما در چند ویدیو مختصر برای شما پیشکش میکنیم. اگرچه در این مسائل اگر شما سوال ها داشته باشید میتونید در زیر کامنتاری ها بنویسید و انشالله به شکل ویدیویی این سوال های شما جواب میدیم. یکی مسئله قربانی است، دیگه مسائل همون 10 روزی همون فضیلت ذی الحجه هست، یکی مسائل عید است و مسائل حج است. کسایی که حج فرضی انجام میدن اینا رو انشالله با کمک الله تعالی در چند ویدیو مختصر پیشکش شما میکنیم. حال خواستیم مسئله قربانی بیان کنیم، زیرا که در این مسئله از ما هم سوال شدگی است. اول همین قربانی خواستم تعریفش برای شما مختصر بیان بکنم، اگرچه فقها با تعریف مختلف ایرا بیان کردگن. خلاصه این است که هی ذبح الحیوان المخصوص بنیت القربه فی وقت مخصوص، یعنی که تعریف قربانی است که ذبح کردن حیوان مخصوص به نیت تقرب الی الله در وقت مخصوص، یعنی که حیوان هم حیوان خاص باشه، از اشتر، از گاو، از بوز و گوسپند، و این کار به خاطر الله انسان بکنه، یعنی که نیتش به خاطر تقرب الی الله باشه، به خاطر نزدیک شدن به طرف الله متعال باشه، نه به خاطر دیگه هدف ها. سیمرش که در وقتی خاص باشه. وقتی خاص همون 3 روز است، روزی 10، 11، 12، یعنی که روز یکم عید، دوم، سوم، تا روزی سوم عید تا وقتی نماز عصر. اگر کسی که تا وقت قربانی نکنه قربانی کنه می شود. و یعنی که خود قربانی همچون که در قرآن و سنت ثابت است، هم ادله رو میخوام براتون پیش کنم که الله تعالی در سوره کوثر میگه برای پیامبر الله صلی الله علیه و سلم که فصلی لربک وانحر، که برای ربی خود نماز بخوان و هم و اینجا وانحر به معنای یعنی که قربانی بکن، یعنی که اینجا الله تعالی چیکار میکنه؟ عمل میکنه. در دیگه حدیث میگه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الى الله من احراق الدم و انه لیؤتى یوم القیامة بقرونها و اظلافها و اشعارها و ان الدم لیقع من الله عز وجل بمکان قبل ان یقع بالارض فتیبوا بها نفسه. میگه در روز عید، یعنی که در روز عید قربان، هیچ عمل انسان بهتر و خوبتر نیست در نزد الله تعالی از ریختن خون. یعنی که انسان اگر در روز عید که دیگه عمل ها رو انجام میده، از قربانی ده دیگه یگان عملی بهتر نیست. میگه زیرا که همین حیوانی که انسان او را قربانی میکنه، چی اشتر باشه، گاو باشه، گوسپند باشه، بز باشه، در روز قیامت با همون شاخهای خود و هم سمهای خود و هم با موهای خود نزد الله میاد، با تمام اعضاش که وقتی میاد با همین اندازه برای اجر ثواب پاداش داده میشه. میگه قبل از اینکه خون او در زمین برسه اجر ثواب و پاداش در نزد الله تعالی نوشته می شود. پس میگه شما وقتی قربانی میکنید، قربانی با طیب و با یک قلبی خوش، با یعنی که دلی کشاد قربانی بکنید. این حدیث امام ترمذی در سنن خود نقل میکنه، حسنش میگه و حاکم صحیح میگه. اگرچه این حدیث بعضی از علما ضعیف هم گفتگن، اختلاف است در مسئله صحت و ضعفش. اما در دیگه حدیث یک اون حدیث بخاری و مسلم است که حضرت انس نقل میکنه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم ضحى النبی صلی الله علیه و سلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بيدي وسم وكبر ووضع رجله على سفاحهما. میگه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم یعنی که ذبح کرد 2 گوسپند املحین. املحین یعنی که گوسپندی سفیده که در تنه خود بگیم که همون کم کم سیاهی داره. اگرچه در همین کلمه املحین اختلاف است، اما نظر بعض اهل علم همین است. بعضی میگن نه، همون رنگش رنگ چی باشه؟ رنگ نمکی باشه. اما زیاد اون چیزی که اهل علم بیان میکنن یعنی گوسپندی سفیده که در تنهاش بگیم خلچه سیاه داره، سفید و سیاه میکس یک جا است و شاخدار بود. میگه پس میگه اینها رو با دستی خود ذبح کرد و بسم الله گفت و الله اکبر گفت و گذاشت، یعنی که پوچه خود را در تنه اونا، در تنه همین 2 گوسپند رو ذبح کرد. این حدیث هم حدیث بخاری و مسلم است. در مسئله حکم قربانی در اینجا اهل علم اختلاف دارن بنابر بعض شرایط، یعنی کسی اگر قوت قدرت قربانی کردن داره، ان در ویدیو دیگه ما هم شرایطش بیان میکنیم. در نزد مذهب امام ابو حنیفه خودش
و اوزاعی و بعضی از مالکی ها این حکمش واجب است. یعنی کسی اگر نکنه گناهکار میشه. از کجا اینو دلیل میگیرن؟ دلیل میگه که الله تو در قرآن با صیغه امر مخاطب قرار داده است. اگر چی پیغمبر باشه مراد از تمام امت است که باید کارا بکنه. چی میگه؟ فصلی لربک وانحر، برای رب خود نماز بخوان و هم ذبح بکن. میگه یا که در دیگه حدیث میگه که تو پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفهمد که اگر کسی میگه، یعنی کسی که اگر پیش از خواندن نماز، یک شرط قربانی است که انسان اگر در یک جز زندگی میکنه که در اونجا نماز عید خونده میشه، پیش از او اگر قربانی کرد قربانیش قبول نیست. باید نیست که باید نماز بخونه بعد از نماز قربانی میکنه. تو میگه اگر کسی که پیش از نماز میگه قربانی کرد، پس میگه چیکار کنه؟ پس دوباره قربانی خود از سر بکنه. تو میگه پیامبر الله اگر برای کاری مستحب یا که سنت میبود دیگه پناه میگفت. اما جمهور علما از مذهب شافعی و احمد و اسحاق و دیگه از اهل علم اینا چی میگن؟ سنت میگن. یعنی کسی که قوت و قدرت داره براش سنت هست که این کارا بکنه. میگه و اونم از بعضی حدیث ها دلیل پیش میکنن که در اون حدیث میگه که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم میفهمه، حدیث بخاری و مسلم است که میگه اذا دخلت العشر و اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره و بشره شیئا. میگه اگر همون دهه ذوالحجه آمد، اگر یک از شما میگه اراده کرد که او چیکار کنه؟ باید قربانی میکنه. پس میگه یعنی که از موهای سرش و همچون از بدنش چیزی را نگیره، نه که موی سرش کوتاه کنه، نه ریشه بگیره، نه موهای بدنش، نه نخوش، هیچ نگیره. در اینجا میگه که در اینجا فهمید که و اراده، لفظ اراده نه که اگر اراده کرد، نه که امر نکرده. از این حدیث اون دلیل میگه که سنت است. والله اعلم. ان شاء الله بنابر اون شرایطی که برای انسان قربانی لازم میشه در ویدیو دیگه برای شما ان شاء الله بیان میکنیم. و ان شاء الله اگر در این موضوع سوال ها داشته باشین در کامنتر بنویسیم و ان شاء الله در ویدیو این سوال ها شما جواب میدیم. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.